وقتی به حجاب به نمایش میبرایی خیال میکنی خیلی کاری خوبی کرده ای؟ زنی که به نمایش میبراید و زیبایی هایش را برای مردان نشان میدهد بدترین زن عالم است و از جمله زنان منافق به شمار میرود. چون این زن اگر توبه نکرده بمیرد داخل جنت نمی شود و حتی بوی جنت هم در مشامش نمی رسد. چون این زن از جمله دوزخیان و لعنت شده است. من کسی را خصوصی حکم نمی کنم که تو فلانی دوزخی هستی یا تو فلانی منافق و بدترین هستی، بلکه پیامبر خدا را به شما می رسانم. از پیش خود چیزی نمی گویم. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می فرماید و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می گذارند و متکبر هستند. آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. تکبری چون این زنان در آن است که وقتی به آنها نصیحت کرده شود از روی تکبری می گویند تو به من چی کار داری؟ کار خودت را کن، یا مانند چنین سخنان را می گویند.